مردین، نه کشته شدین، نه اسیر شدین. شما را چی شده منطقه را ترک؟ نظام نباشه، خود به خود مردم مردم خود ماست مفاصله. چرا متحد نباشن؟ چرا منظم نباشن؟ چرا یکدیگر نباشن؟ 20 سال است که مردی از جنس آزادگان عصر جامه بدل کرده بود. در این ماتمکده از حضورش خبری نیست. قلب ها هنوز هم به یادش می تپد و سخنانش الهام بخش آزاد اندیشان شده. کچکلاهی که گفت سوگند به خدایم به پهنای کلاه هم اگر جا داشته باشم در برابر دشمن می جنگم و تفنگم تا آخرین گلوله با سیه رویان سخن خواهد گفت. مردی که عامر صاحب بود و خردمند نقطه عطف تاریخ شد و بر حق بودنش هر روز خورشید گونه بر آسمان دلهای آزاد اندیشان می درخشد. سپهداری که میراثدار ابو مسلم خراسانی شد و در برابر توطئه‌های ستمکاران ایستاد. او دگر نیست، اما آزادمنشی و دگرگونی فکریش از او تاریخ ساخت. فرمانده احمد شاه مسعود، سردار آزادگان و بانی مقاومت آزاد اندیشی. 23 سال پیش از امروز دشمنان سیاه رو او را ترور کردند. تصور بر این بود که با خون خفتن این تاجدار آزادگی شاید آزاد اندیشی نسل نابود گردد و دلقک های استخبارات منطقه کاخ ظلم و استبدادشان را با وحشت و خونخواری بنا کنند. نسل های آزاد اندیش را به غل و زنجیر بکشانند. اما خون آن گلگون کفن لالوار در بوستان آزادی رست و 20 سال تمام برای مردمانش آسایش، آرامش و توسعه را فراهم کرد. سال 1331 خورشیدی برابر با 1953 در دره پنجشیر زاده شد. پدرش دگربال دوست محمد خان نامش را احمد شاه گذاشت. او از بزرگترین و ماندگارترین چهره های تاریخ مادر وطن است که فاتح جنگ سرد، شیر دره پنجشیر و همتراز چگوارا پنداشته می شود. از فرماندهان کارآزموده جنگ های چریکی بود که در برابر تهاجم ارتش سرخ و همدستان داخلیش قیام کرد. ارتش تابدندان مسلح جماهیر شوروی برای ترورش چندین بار عملیات‌های ویژه طراحی کرد، اما گفتند گر تیغ عالم بجنبد ز جا نبرد رگی گر نخواهد خدا. او زخم خورد، زمینگیر شد، اما قامتش نشکست و دوباره سر بلند کرد. مبارزه کرد، جسورانه درد و رنج روزگار را کشید و با سرفرازی دشمنش را سرافکنده کرد. تنها جنگ و دلاوری او را شهره شهر نساخت. پهنای دیدش برای آسایش مردم مادر وطن و خیر اندیشی انسان گونهش بود که مسعود در قلب ها جا گرفت. سینه ها برایش می تپید و پیروانش فزونی می یافت. ما و شما همه قدر که این پایان بالا پیش طفل سیاست میگردیم و کدام چشم بگرده. همین مردم بگردیم شما کلیتان جور، سلایتان در دست ما. چی گفت که این وطن اگه چیز گرفته دشمن؟ یعنی به خدا او طرف خوب یک طرف جگر آدم خون میشه. قسم به پروردگار که هر دفعه که میرم بگم پروردگار را 100 دفعه میمردیم، ولی مردم ما را میده جور نمیدی که نه مردین، نه کشته شدین، نه اسیر شدین. شما را چی شده منطقه را ترک؟ و هر دفعه که در فکر ازی میشن که مهاجر بره طرف بدخشان، آینده‌ایشه که فکر میکنم، منطقه را فکر میکنم، آینده مردم را فکر میکنم، بگم بازم پروردگار از آسمان سنگ بباره خویی کار نشه. او زن را نیمه تکمیل کننده جامعه میپنداشت. برایشان ارزش قائل بود. خواندن و نوشتن زنان را امر حیاتی میدانست. زنها در داخل افغانستان در ساحه طالبان اصلا هیچ نوع حقوقی که باید داشته باشند ندارند. در ارتباط به منطقه ما زنها در دروژه مکتبای مثل مکتبای مردانه، مکتبای زنانه وجود داره. ما چندین لیسه تا سطح صنف 12 داریم.
یک فاکولته طب در بدخشان داریم. در اوجم در پالوی بچه‌ها دخترها تحصیل میکنند، درس میخوانند و در یک تعداد شعبا در بدخشان هم زنها هم در مکاتب و هم در بخش صحی مصروف خدمت هستند. جنگ و دو تهاجم خونین سرخ و سیاه هرچند ذهنش را پراگنده میکرد، اما با ادبیات عشق می‌ورزید و بهر غم غلط کردن سراغ سروده های حافظ و حضرت مولانا میرفت. انگار عشق گم شده اش را در لابلای اشعار بزرگان سخن فارسی که گم گشته بودند جستجو میکرد و واژه های به هم پیوسته در ابیات شعر او را در خود محو میکردند. شب است و چشم ما همه چو چشم انتظارها، ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها. فهمیدی معنیش؟ طرف چی سگ میکنه؟ اصل مطلبش چیست؟ شمار کرده میریم ستاره می کند به شب یگان یگان شمارها. ز اشک شسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد، نشسته بسترم چنین به دامن شرارها. از پیشتازان جنگ های چریکی بود. ترفندهای نوآورانه نظامی توأم با خرد و کارآزمودگی بکرش کار را به جای کشاند که شوروی پیشین در هر رویارویی با نیروهای کجکلاه نه تنها تلفات سنگین را متحمل می شدند، بلکه زیانهای هنگفت مالی جنگ را بر دوش می کشیدند. فرجام فروپاشی اقتصادی کشور شوراها سبب شد تا سرافکنده از سرزمین مادری خرس‌های قطبی برون شوند. روسا از نقطه نظر اسلحه با گذشت هر سال سلاح خود تغییر داده رفتند. در اوایل وقتی که داخل افغانستان شدند سلاح بسیار سنگین با خود آورده بودند که در جنگ‌های چریکی و مناطق کوهستانی چندان به دردخور نبود، مگر بعدتر استفاده از هلیکوپترها و سلاح سبکتر بیشتر ساختند و فعلا با گذشت هر سال در سلاح خود یک نوآوری میکنن و سلاح بهترتر داخل افغانستان میکنن. تکتیک روس هم با گذشت هر سال از نظر من بهترتر شده رفته و نسبت به گذشته روسا فعلا متحرکتر هستند، مگر از نقطه نظر روحیه برخلاف تا جایی که من تجربه دارم با گذشت هر سال چون روس‌ها در افغانستان خیلی اساکرش تلفات داده، روحیه اساکر روسی پایین آمده رفته. حتی تا آنجا که مقاومت این رادمرد آزاده برای او از جانب سرسخت‌ترین دشمنانش که بر قدرت زمان بود لقب برمغان آورد، شیر دره پنجشیر. او جانانه می‌رزمید، گاهی به ایجاد نیروهای مقاومت مردمی می‌پرداخت و گاهی هم نیروهایش را به حالت دفاع فعال در می آورد تا از سخت‌ترین پایگاه مقاومت یعنی دژ فولادین پنجشیر دفاع کند و عقبه جنگ در برابر سرسخت‌ترین دشمنان را فعالتر نگه دارد. او برای همگرایی و اتحاد جمعی گروه‌های مختلف اهمیت زیاد قائل بود. اکثریت دارد در کابل جمعیت مگر قطعا متحد نیست، یک قسم او با او بختلاف او با او بختلاف او رقم خواست از این به بعد تحمل کرده نمیتونه و شما میفهمید که با او جمعیت کشاری نیستیم تحت سر کارکنه بس مطلب رو سیر کرده باید. چرا متحد نباشن، چرا منظم نباشن، چرا یک قسم نباشن؟ چی دلیلی داره که با بعد بود دمی شرایط که وقتی که ما یک مشت کار کنیم که فراغنده باشه شما نمیشونه که بکنه آماده بسازم این دوران نزیست که شما دیگر جوهر و شمشیرتان کارتان نمیشان نمی که باید بین خود شما مثل سابق باید تفرقه کنید. یک پخمان 40 گروه فهمیدید؟ یک پلانه برای 15 گروه 4.5 نفره 3.5 نفره اختلاف کشمکش برنامه شده بود. دیدگاهش با پهنای افغانستان پنداشته می شد و برای سرزمین مادری می اندیشید. دفاع از ذره ذره این خاک را مسئولیت خیش می پنداشت. روزگاری برایش گفتند که دشمن هر لحظه نزدیکتر می شود، پایگاهش را ترک کند و برای نجات جانش چاره جوید، اما در پاسخ گفته بود اگر به اندازه کلاه هم جای جنگیدن داشته باشم از سرزمین خیش برون نمی شوم، می رزمم تا پای مرگ، اما عقب نشینی در شأنم نخواهد بود. وطن خود میریم اگر این خواه به توفیق و پروردگار طور مارش نکردیم
توی جنگ بود که کیت شد. باور داشته باشید، یقین داشته باشید که من منبع اطلاعاتی قوی در بین دشمن داشتم که لحظه به لحظه مرا در جیران می‌رسید. امشب هم شما در رادیو خواد شنیدین که سید منصبای پاکستانی که کشته نامش در رادیو BBC اعلان می‌کنه. پاکستانی در می جنگ باید سید منصبش که با اسم با ولد با دیگه نیست بچه نامش بشه 11 نفر 6 نفر دیگه از کماندوهای چراتش 127 نفر تلفات پیادهش هست. خودشان میگه پیش از اینمی تعرض قبول کرده بودن که جنگ جنگ باختگی با منابع ما میگفت که 20% فایل کار وردن کشته و زخمی قبول کنیم که 20% کشته و زخمی نماند روحیه وجود نداره. این اطلاع بود. از اطلاع مکده دیدن خوده از هر قماندان که پرسان میکنیم میگه که تانک داشت روحیه نبود روحیه نبود گرد که به می ترتیب پروگرام به توفیق خدا از خدا کمک میتونه. امشب به می تو جور کنیم که امی قوه توته شود نفهمه که من از کجا ضربه خوردم از کجا قطع شدم کجا پشت سر من دور کرد به سبا و دیگه شبش چرا راکتای ما فاید این بغل قره‌باغ رسیده باشیم در اوج درسیده باشیم دنیا هم سرش خوش شود چشم 4 تا بیچه سفید و مهاجر و طفل سیاست ما به اینجا خوش شود مردم هم بگه که والا مردم مرده بودن اگر حالت پراگندگی هم کنار رفتن نجیب از قدرت سبب شد تا مجاهدین بر مسند سیاست تکیه زنند، اما اختلاف‌های درونی منجر به جنگ داخلی شد. ماندگارترین فرمانده تاریخ بارها از جانب دشمنانش متهم به نسل کشی و جنایت گردید. قضاوت‌های گوناگون کردند و برایش بد و رد گفتند، اما نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟ معنای دیگه پیش روزی هستم که حتما حمله میکنید آمادگی دیگه را آمادگی برای چی؟ آمادگی به دفاع مردم کابل زن کابل مرد کابل خرد کلان کابل آمادگی به دفاع دین ملت مظلوم آمادگی و مردم ترزمی مردمی که دیگه از خدا روز پناه میبرن و میگن که سرنوشت ما در آینده چی میشه ما مجبور هستم که از این مردم در برابر هر نوع حمله با همه طاقتی که دارم دفاع بکنیم. در این صورت آمدگیر ما گفتیم با بپیدارم گفتم ایگونه جسترلی نداریم میگن خود رهبرای مشکل خود شماست مشکل خود شماست باید برین بین خود بگیریم و توافق برسیم ما خودم این جسترلی طلب نمیکنیم و شما که میگن که برای کمی تحریف راکیم یعنی معمالی به سلامت میگوید شما نمیفهمید که مال بسریستم و مجبور هستم که تحلیل مالی کسی پیش دستگاه دور شوم ترتیبات دفاعی خود بگیرم و مجبور هستم که دستیت سر تشکیلات پارلمان انتخاب بزنم و فردا نباید و پیش خدا فردا باز مسئول نباشم چرا دست هم شکار زنیم فوق استفادی و من هرچی شاید میشنود. با جان باختن این چهره افسانه‌ای افغانستان نفس تازه کشید. تاریخ رقم خورد و سیاهی شب جایش را به صبح آزادی داد. سرزمین مادری صاحب نظام شد. درفش پر افتخار سرزمین مادری در جهان برافراشته شد. مردی که دست کم 29 سال زندگیش را در میان آتش و خاکستر زیست تا نسل من و تو آزاد بماند. دختران سرزمینم راهی مکتب شوند و زنان مادر وطن حق کار و آزادی داشته باشند. تصویری که من در ذهن دارم برای آینده افغانستان یک کشور متحد، مستقل، آزاد باقی بماند و رژیم سیاسی رژیمی باشه که مبتنی بر اراده مردم از طریق دموکراسی و خود آرای مردم باشه که رژیم آینده را تعیین. یکی از اهداف و آرمان‌های همیشگی ما بوده که زمینه را مساعد کنیم تا مردم خودش به سرنوشت خود حاکم باشند. مزدوران اما آرام نگرفتند. ذهنیت‌های قبیله‌گرا و قرون اسطوراییشان کار را به جایی کشاند که در 20 سال پس از چشم بستن عامر صاحب از همرزمان و همفکرانش قربانی بگیرند. اما رهش ادامه داشت.
هزاران رهرو او آزادمنشانه برای سرزمین مادری قربانی دادند. همانند کچکلاه به وحدت و همگرایی فکر می‌کردند. باورشان این بود که دیگر تاریخ به گذشته بر نمی‌گردد. هیچ یک از نیروهای امنیتی افغانستان تصمیم نداره و قرار به این است که ما به طالب تسلیم شویم. هیچگاه دینمی برهه از زمان تاریخ اینمی جوانا در یک صف استاد شده از وطن خود دفاع میکنه. میخواین تاریخ بسازن. نمیخوایم که ما به طالب کسی تسلیم شوند، نیروهای امنیتی از هم بپاشه و این مسائل. یک گپای است که تبلیغات دشمن است. وقتی که شما در صفوف در درون این نظام داخل شوین، شما هر کدام از این سربازا و از این بریتملا و افسرا را میبینین، همگی یک حماس آفرینا هستند. اما سیاه رویان در میان اطرافیان او قرار داشت. چهره هایی که به زر و زور دل بستند، کاخ های بلند ساختند و آرمان های آزاد اندیشانه او را به اسارت عوض کردند. آنها که خود را هم تباران مسعود میپنداشتند، بار دیگر پس از 20 سال مبارزه و تلاش برای نفس کشیدن مادر وطن، معامله ننگین با دشمنان این مرزبون کردند. سرزمین مادری را به سیاه رویان 20 سال پیش مصادره کردند. آنانی که همانند گذشتگان بدنامشان زنان را محکوم به 4 دیواری خانه ها کردند و قلم دختران مکتب رو را شکستند. سرزمین مادری پس از 23 سال بار دیگر شاهد افروختن آتش در دامانش بود. هراس افغانان جهانی کنون به پناهگاه‌های امن در آن کشور دست یافته که غلامان قرن برایشان حاتم بخشی کردند. هرچند که آن فرمانده کچکلا دیگر در میان ما نیست تا آرایش نظام کند و در برابر خونخواری زمان بیستد، اما رهش ادامه دارد. میرازدارش هرچند در سنگر آزادی همانند پدر سربلند کرده و درفش مقاومت را برافراشته، اما تنها مانده است. هموطن و هم باور، زمانش فرا رسیده تا ره کچکلا ادامه یابد. قامت نباید خم کرد و به خاک نباید خفت. دستت را بده تا ما شویم، در برابر دشمن دوتا شویم. زمینگیر کنیم دیوهای سرافگنده را، اسیر کنیم ددهای بنده را. نباید خفت، نباید خفت. کار از کار گذشته. سرزمین مادری بار دیگر بیمار گشته. آراسته شویم با تفنگ و سلاح، گام زنان یکایک در راه کچکلا.